و احبب من شئت فانک مفارقه. هر شخصیتی را، هر کسی را میخواهی دوست بدار، اما فراموش نکن که آخر از دوست جدا میشوی. برادری عزیز و بزرگوار، آخر این زندگانی جدا شدن است. آخر از پدر جدا میشوی، از مادر جدا میشوی، زنت بیوه میمانه، فرزندت یتیم میشوه. پدر و مادر در ماتم و در داغ می نشیند. آخر از این دوست ها جدا میشه. امروز جداگی نکو برادری بزرگوار، امروز با برادر و اکا و دادر قهری نبیست. این لحظه اندک دنیا کرایه نداره که امروز جداگی کنی، امروز قهری بیستی، امروز به هم دیگر دشمن شوی و بدبینی کنی. آخر جدا میشوی، آخر حتما تو را جدا میکند. به همین خاطر امروز دوست بدار، امروز به قدر برس، پدر و مادر را احترام کن، دعاشو بگیر. روزی میروند والله قامتت میشکنه، خانت به نور میشود، تاریک میشود زندگی. خیلی حیات دیگر بود، تغییر میابه، به سرپوشه میمانی. باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی، ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی. خانه را نور اگر بود زی رخسار تو بود، ای چراغ دل من از چی تو خاموش شدی. بهار آمد نیامد بوی مادر، شدم پزمان چشم و روی مادر. نمی ارزد هزاران نوده گل با یک تاری سفید موی مادر. برادری بزرگوار، به قدرش برس که نمی آبیش. والله قسم ده آرزو مثل من بر این می سوزی، می خواهی که یک بار پیداش کنه. ای پدر جان بگوی دیگر نمی آبیش. می خواهی جای تنهایی باشی، یک فریاد کنی تا اینکه درون سینت خالی شود، چون اینجا هم پیدا نمی کنی. برادری عزیز و بزرگوار، به قدر پدر و مادر برس. برادری عزیز و بزرگوار، به قدر برادر برس، به قدر یار و دوست برس. آخر جدا می شوی. چی نوعی که امروز از رمضان جدا شده ایستاده ای، روز از این عزیزها جدا می شوی. اگر تو نروی حتما اونها از تو می روند و جدا می شوند. یک عمر از این بی پرواگی و بی احترامی می سوزانند تره. یک عمر از فراق از داغ شو می سوزی برادری عزیز و بزرگوار. خدایا پیش از آنی که این امانت را از بدن ما جدا میکنی، خدایا توبه ما را به درگاه خود قبول بگردان. و خدایا پیش از مرگ ما را مرگ با راحت بگردان. کلمه های بزرگی طیبه و شهادت را بر زبان ما خدایا رانده بگردان. بعد